سلام، وقتتون بخیر. به قسمت دوم پیشینه بهداشت در ایران خوش آمدید. اواخر اپیزود قبل کم کم وارد دوران معاصر شدیم و به سالهای 1300 به بعد میرسیم. یکی از معضلات و مشکلاتی که کماکان در ایران اون زمان و چه بسا کنونی وجود داره تقابل سنت و مدرنیته در زمینه بهداشت است. با اینکه بنیان دانشکده پزشکی در سال 1313 خورشیدی باب جدیدی را در طب و طبابت ایران باز می‌کند، اما هنوز پزشکی مدرن و دستورالعمل‌های بهداشتی جدید از سوی عوام پذیرفته نیست. چنانکه در تاریخ می‌خوانیم بر اساس آمار ارائه شده تا اواسط دهه 30 خورشیدی نزدیک به 80% زایمان‌ها در ایران توسط ماماهای بی‌سواد انجام می‌گرفت که هیچ آگاهی از ساده‌ترین اصول بهداشتی پیش از وضع حمل و پس از آن جز موارد خرافی که از قدیم الایام گریبانگیر این مملکت بوده است نداشتند. در همان زمان بیماری‌هایی چون آبله، سرخک، دیفتری، اسهال و سل بسیاری از کودکان و نوزادان را از پا در می‌آورد. همه این موارد در کنار فقر می‌توانست فاجعه آفرین باشه، زیرا عدم رعایت بهداشت در نگهداری کودکان، نبود تغذیه کافی و سالم نیز این قشر ضعیف و ظریف را آسیب‌پذیرتر از همیشه می‌کرد. بنابراین در اون دوران شاهد ایجاد بنیادهای خیریه‌ای چون بنگاه حمایت مادران و نوزادان در رابطه با بهداشت این نوع قشر آسیب‌پذیر هستیم. بنگاه حمایت مادران و نوزادان از باسابقه ترین نهادهای نیکوکاری ایران است که در 25 آذر 1319 تحت ریاست عالیه فوزیه پهلوی بنیان نهاده شد. این نهاد تا سال 1324 زیر نظر ملکه فوزیه اداره می‌شد. پیش از انقلاب 57 25 آذر در تقویم ملی ایران به عنوان روز مادر شناخته می‌شد. بدین ترتیب هدف بنگاه حمایت مادران و نوزادان تحت پوشش قرار دادن مادران در دوران بارداری پیش از زایمان و نیز پس از آن و همچنین حمایت از کودکان آنها از نظر مسائل بهداشتی و تغذیه‌ای بود. بنگاه از سال 1338 فعالیت‌های خود را گسترش داد. ریاست این بنگاه را فرح پهلوی بر عهده داشت. این بنگاه از سال 1342 و 1343 به ایجاد زایشگاه‌های نوین و رایگان در شهرهای دوردست و روستاهای دور و نزدیک و همچنین ایجاد آموزشگاه‌های مامایی و آموزشگاه‌های بهیاری پرداخت. در سالهای بعدی بخش بهداشت و تنظیم خانواده این بنیاد فعالیت خود را بیشتر کرد. در دوران پهلوی اول دانشجویان بسیاری برای تحصیل پزشکی به خارج از کشور اعزام شدند. ممنوعیت کالبد شکافی لغو شد. پزشکان به مناصب اجتماعی مهمی ورود کردند و پزشکی نو قدم به قدم وارد زندگی مردمان میشد. دیگر میتوان گفت طبابت که زمانی شغلی تجربی تلقی میشد و عده‌ای بیسواد و در برخی شهرها تنها اقلیت یهودی به سراغ آن میرفت و یا دندان پزشکی را دلاک انجام میداد، به تدریج به حرفه‌ای با شأن والا تبدیل شد و کم کم جای خود را در میان اکثریت جامعه باز کرد. در سال 1320 با وجود اینکه به واسطه نوسانات و هرج و مرج ناشی از انتقال حکومت از پهلوی اول به دوم و نیز حضور متفقین در ایران به بهداشت توجه خاصی نمیشد، ولی به دلیل شیوع بیماری‌های آمیزشی و به ویژه سیفلیس در ایران مبارزه با بیماری‌های واگیر آغاز شد. این برنامه اگرچه در اواسط دهه 40 نتیجه رضایت بخش داد، ولی شروع آن گامی بلند در پیشرفت، تأمین و ارتقاء سلامت مردم این سرزمین بود. در آغاز دوران پهلوی دوم و بعد از شهریور 1320 بود که وزارت بهداری در ایران تأسیس گشت و برای نخستین بار بهداشت در ایران دارای متولی شد. سازمان‌های متولی بهداشت عمومی در بدنه وزارت بهداری از سال 1321 خورشیدی آغاز به کار نمودند. در این زمان آنهایی که دستاندرکار این وزارت بودند یا جراح بودند یا متخصص داخلی. آغاز فعالیت اصل 4 ترومن که برخواسته از هنری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا بود در ایران در دهه 30 خورشیدی اتفاق افتاد و منجر به تأسیس سازمان‌های بهداشتی کارآمدی شد. یکی از مواد برنامه اصل 4 که قدمی اساسی در ارتقاء بهداشت به حساب می آمد، تأسیس سرویس‌های بهداشتی و حمام در روستاها و دهات بود. از فعالیت‌های عمده اصل 4 ترومن در ایران ایجاد سازمان همکاری بهداشت با مشارکت وزارت بهداری بود. این سازمان پایه و اساس سازمان‌های بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌ها در ایران بود و زیرشاخه‌های تخصصی چون مهندسی بهداشت، پرستاری بهداشت و بهداشت مادر و کودک را در دل خود داشت و از این حیث رفته رفته ورود متخصص نیز در حوزه بهداشت الزامی گشت. بعدها تأسیس شعبه‌های سازمان همکاری بهداشت در دیگر استان‌های کشور کمک بزرگی به تهیه آب آشامیدنی نمود. سازمان همکاری بهداشت پس از چند سال منحل گردید و به جای آن اداره کل بهداشت
در وزارت بهداری تأسیس شد. در آن زمان فعالیت غالب سازمان جهانی بهداشت ریشه‌کنی مالاریا بود. بنابراین در ایران هم اداره کل ریشه‌کنی مالاریا از اداره کل بهداشت جدا شد و خود به عنوان اداره جداگانه آغاز به فعالیت کرد. نیروی انسانی مورد نیاز در این مرکز آموزش‌های لازم را از انسیتومالاریولوژی که در سال 1331 خورشیدی توسط دکتر ناصر انصاری استاد کرسی انگل‌شناسی در دانشگاه تهران ایجاد شده بود و بعداً در سال 1343 به انسیتو تحقیقات بهداشتی و نهایتاً در سال 1345 به دانشکده بهداشت تبدیل شد می‌گرفتند. در واقع آنها به دنبال آموزش تربیت کادر صحرایی لازم برای ادارات استان‌ها بودند. این کادر صحرایی مجرب به آموزش دیده بعدها در راه‌اندازی شبکه‌های بهداشتی در سراسر کشور کمک بزرگی نمودند. تمامی این فعالیت‌ها به تدریج رو به گسترش بودند، مخصوصاً اینکه در طی سال‌های پیش از 1340 خورشیدی و بعد از آن دانشجویان بسیاری برای اخذ تخصص در زمینه بهداشت عمدتاً با استفاده از بورس‌های بین‌المللی به خارج از کشور اعزام شدند. این نیروی متخصص کم کم وارد جریان بهداشتی کشور گردید تا اینکه در دهه 40 خورشیدی برای نخستین بار مدیران بهداشتی در رأس وزارت بهداری به کار گرفته شدند. این اتفاق منجر به تأسیس اداره کل بهداشت در همه استان‌های کشور به موازات ادارات کل بهداری گردید. جریان اینگونه اتفاق افتاد که در سال 1343 خورشیدی در دولت حسن علی منصور دکتر جمشید آموزگار که فارغ التحصیل مهندسی هیدرولیک از دانشگاه واشنگتن بود به وزارت بهداری گماشته شد. در این زمان بحث توسعه بهداشت در کشور مهمتر از همیشه می‌نمود. بنابراین دکتر جمشید آموزگار دکتر قاسم معتمدی را که پزشکی خوانده و دیپلم تخصصی خود را در رشته بهداشت از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دریافت کرده بود به معاونت خویش برگزید. پس از 1-2 سال هر دو اداره در هم ادغام و یکی شدند. بعدها اداره کل ریشه‌کنی مالاریا نیز منحل شد و در ادارات کل بهداری استان‌ها ادغام گردید. اما با همه اقداماتی که در حوزه‌های بهداشتی انجام شده بود، دگرگونی‌های بهداشتی هنوز در روستاها آنگونه که باید و شاید اتفاق نیفتاده بود. دورافتادگی روستاها از شهرها، نبود امکانات اولیه و نیز دستمزد پایین نیروهای پزشکی و بهداشتی باعث شده بود تا در این مناطق بهداشت و پزشکی آنگونه که مورد انتظار بود حاصل نشود. وضعیت اما پس از انجام مجموعه‌ای از برنامه‌های اصلاحی انقلاب سفید در سال 1342 رو به بهبود رفت، چرا که اصل هفتم این اصلاحات اصل تشکیل سپاه بهداشت بود. داستان از این قرار بود که وزارت بهداری تا آن زمان نتوانسته بود پوشش مناسب و وسیعی از لحاظ بهداشت و درمان در سطح گسترده روستاها داشته باشد، زیرا فرستادن پزشک به روستاها به سادگی امکان پذیر نبود. قانون ایجاد سپاه بهداشت در زمان نخست وزیری اسدالله اعلم در تاریخ 20 بهمن 1342 خورشیدی در مجلس شورای ملی تصویب شد. طی این قانون از میان پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان، متخصصین و تکنسین‌های آزمایشگاهی و غیره افرادی جهت خدمت در سپاه بهداشت برای انجام وظایف زیر انتخاب می‌شدند. پزشکان و دندانپزشکان به منظور تکمیل کادر درمانی و بهداشتی روستاها و اجرای برنامه‌های درمان و بهداشت، داروسازان و متخصصین امور آزمایشگاهی جهت تکمیل کادر دارویی و آزمایشگاهی در سطح روستا، لیسانس‌ها برای تکمیل کادر آموزش بهداشت در روستاها، دیپلم‌ها جهت تکمیل کادر کمک پزشکی و انجام اموری از قبیل پانسمان و تزریقات، واکسیناسیون و توزیع دارو بین بیماران و کمک به فعالیت‌های بهسازی محیط روستا. سپاهیان مزبور 6 ماه در یک پادگان دوره آموزش نظامی و بهداشتی را می‌گذراندند و سپس به روستاها اعزام می‌شدند. به دهه 50 خورشیدی می‌رسیم و حالا مشکلات بهداشتی کشور یکی پس از دیگری در حال حل شدن بودند. در اوایل این دهه اداره‌ای به نام اداره کل مبارزه با بیماری‌های واگیر تأسیس شد که مسئولیت مبارزه با بیماری‌هایی که می‌توانستند موجب همه‌گیری شوند را بر عهده داشت. به علاوه به موازات آن مرکز اداره دیگری به نام اداره کل مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر ایجاد شد که انجام اقداماتی در راستای مقابله با بیماری‌های قلب و عروق، سرطان‌ها و بیماری‌های متابولیک و پایش و ارتقاء بهداشت روانی و بهداشت حرفه‌ای جزء وظایف آن بود. ایجاد تأسیسات بهداشتی در کنار گشایش دانشکده بهداشت از سال 1345 باعث دگرگونی قابل توجهی در سطح بهداشت کشور شدند. تمامی این تأسیسات به همت مردان و زنانی بزرگ پا گرفتند.
در ادامه به تربیت نیروهای متخصص پرداختند و در نهایت تخصصهای مورد نیاز در شبکه بهداشتی کشور را فراهم آوردند. تا پیش از این اتفاقات، امور بهداشتی کشور با توجه به وجود تحصیل کرده‌های خارج از کشور پیش می‌رفت و البته محدود بود. تمامی این پیشرفت‌ها باعث شد تا در آن روزگار خانه‌های بهداشت در تمامی محلات بسیاری از نیازهای اساسی بهداشتی ساکنین را فراهم سازند. بی تردید شبکه بهداشت در کشور ایران یکی از ارزنده‌ترین دستاوردهای تمدنی در سده اخیر به حساب می‌آید. در اپیزود بعدی به حکایت آب و بهداشت آن در ایران می‌پردازم و امیدوارم که راضی بوده باشید. بدرود.